جمیل خود را بداشتی جمیل 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 رو باروندن جمیل رو باروندن باید نزدیک جمیل برویم این ناموسان ای میپرانم اما تو میتیر برون نکنم آبی من باید کرد جمیل جمیل خود را بداشتی بسه بری همه این رو خودم با دستی خودم دوختم. امروز رو همیشه با جمیل آرزو میکردیم. پنج پنجه دخترم هنر است. سالها باز این همه رو برای جمیلی من آماده کردی. اینقدر خوشبخت است پسری من. من شادم خدا را شکر. جمیل آماده رو برار دادنم اخیلی این طرف رو محافظت کردن نتوانستم عارف کارشون قربانت شود مگر میگویید که اعضای تعینات مخصوص در مرکز شهر شهید کرد کرپا و بالشت زردوزی هم هست جلدهای بالشت هم زردوزی است مادر جان اینقدر زیبا رنگ و رنگ بسیار زیبا بچه بیچاره در و کور خوب صحبت هم نکرده چیکار کنم کارش همین بله درست آخر ما باید آماده باشیم بخچه های میمانان را البته آماده میکنیم در شما رسم و این چگونه است ما برای آیله داماد تحفه میگیریم دخترم آیله ما را دیده آیله منکلم مصرف زیاد نکنید مایلش در یک جو لباس های زیبا میفروشم یک جوی با اونجا میرویم برای کلینم بهترینش رو انتخاب میکنیم بسیار خوب میشود ما برای جمیل تحفه آماده میکنیم همین طب نه مادر جان البته آماده میکنیم بهترینش رو شیمو کسی میلاجبه را دوست میداره جمیل بلوچه آقا جمیل برا موسا ایستا موسا ایست ساب کن مالش اول کمک دعوت کنیم اطرافیت میشونه بید بینن قدم شما کنیم برو پرانه
دستور میدیم سر این طرف ولی حرامی تو به ما لازم نیست درا دختر در این طرف در زود من همین شدم جمیل برادرم اکا این طرف رو محافظت کردن نتوانستم ببخشید جمیل خود را به رفت دادم برو توی نکنی تا ندارم میشن اکا مادرم گفته بودم که فاتحه داری نرفت اما من آمدم اکا لیکن من آمدم اکا جمیل برادرم خدا بدست همش خوب نشود برادرم اکا من نشان شهادت را سر سینه هم میگذارم از این خوشبختی زیاد میشه عملیات ادامه دارد جمیل ما با تو احتیاج داریم دادر جان اکا وعده بده این شرفان رو نابود ساختم دخترها رو نجات میده وعده بده التماس وعده بده وعده میده البته همراه این کار رو میکنیم جمیل جان انشاءالله با هم میکنیم اکا اکا با مادرم سلام بگوید اکا گوید که پسرت نشانش را گیرید ای جمیل تو ما را ترک نکن جمیل با ما ویدا نگوی جمیل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا جمیل برادرم جمیل برادر جان جمیل جمیل را از دست داده من گفتم که میجنگه در این من کاش مرا میکشتن کاش که مرا میکشتن و اراده خدایا باری با تو احتیاج داریم ما را تیرباران دارند برادر نصیب و تقدیرش هم این بوده است چی میکنی مرا خوب گوش کن هم سخنی جمیل را شنو و پیش میگوید او من به کاروان شهیدان یک جا شدم میگوید صاحبی رتبه گشتم میگوید به پیش از برای وطن به پیش میگوید آری برادرم برخیز از برای شهیدانی راهی وطن برخیز زود باش چی شد مادر جان؟ ندانم یک بار گریه هم آمد خود رو داشته نتوانستم اینقدر زردوزی ها آماده کردی دخترم با احساسات داده شدم خیلیت به این روزها رسیدم جمیل هم آرزو میکرد دختر جان اکنون ما یک ویله زیخ نشوید من هم بسیار شاد و خرسندم تا وقتی که پسری شما با دختری من از من هیچ خواطر نمیشم میفرما که سلاحت را اینجا بیار حاضر نکن
نعمت رو گرفته نرویم. اکای نعمت رو گرفت زودتر. هرچی که دارم بسری آنها خالی کنم. بکشید آنها را. خدایا نجات کن. تا آنها مدد رسید. نقلیات آمد. احتیاط باش اومد. مدد کن خدایا. اطراف در علاقه. وقتی به اتوبوس هجوم کردن رسید اسیر را گرفتن میخوان. اطراف دو. من با اون برم. اتوبوس از تو. فهمیدم باری. اتوبوس را قبول کردن. احوال جمیل چخیل است؟ خوب است؟ جمیل به شهادت رسید. جمیل برادرم مرا محافظت کن. داری با این طرف دیگر اسیر را ببرن. زودتر شو من هم با شمانه. زود باش زودتر. همین خیلی مادر جان شدم که به شما پیسند آمد. نه تنها پیسند آمد، در حیرت موندم. در حیرت وقتی فوتیحه رو معین کردن لازم، وقتی جمیل رو به نظر گرفتن در کار، باز هنگام فوتیحه به عملیات نرود. بالای بخچه ها رو پوشاندن لازم. در خانه هم یک روی پوشی زیبا دارم. حالا میبینه چه زیبنده نشد. ایلو خواستاری رفته بودی. آخر با خواستاری رفته بودی. باید فوتیحه میشدن، جایی میشدن. در تو یک جای خورسندی میکردیم. رجب او شهید شد. مگر تو نبودی که میگفتی به سوی خدا؟ اکنون او در حضور خداوند. حاضر وقتی جزا دادن اون ابله‌ها از جورا. کارلوس کوتا حافظ خواب کن برادرم. اکنون واجب شد که از زمین این پلیدها را تازه کنیم. رفتیم جزای آنها را میدهیم. بفرمایید که می‌ذارم. من دیگر این را برداشت کردن نمیتوانم. هجوم میکنیم. خب اگر نتوانیم زمین کفت و ما دراییم هجوم میکنیم. رجب بشار رجب کن. لوازمات گیر. اکنون به طرفی اتوبوس حرکت میکنیم. کارلوس
توی با جای خوب بیا. فهمیدم که میزنم. نشت میکنم آنها را نابود میسازم. همه آنها را نشت نابود میکنم. از پیش ماشین برآمدن لازم. در این علاج کن که از پیشش برایی. سومن از پیش که رفتیم از ماشین میپریم. خوب؟ مایلش بسیار خوب. با این راه گریختن نمیتوانیم و دیگر طرف زد. جگرها کجایم؟ 9 نفر مونده. در چیکار کنیم؟ از دستمون هیچ چیز نمیآید. آنها تعیناتی مخصوصاً. کاری من چی؟ از تیریزه برآمده آتش کشا. تزتر. آری علاجش را یاب. از دست دگم کار نامد. زودتر. خندت بزن برادر. زودتر هیکن. اگر از اینها کندن نتوانید تو را بکشم. فهمیدی؟ زود باش. و تو بگم زودتر. ظریف زودتر. آری با این عرابه آنها را دریافت کردن نمیتوانید. پیش آنها را میگید. باشد. این از کاری تو. زودتر هیکن. رفتیم. سلامت و جمیل. آفرین. وزیرم توانستی. آکان خطو میآیم. به طرفی راست گرد. به طرفی راست. زودتر. Listo. İşte goyam. İşte goyam. Arif, Safarom, baba zinda lazım yapar. Paylaş. Babayı taraf. Paylaş. Bana da kıymak ver ama. ایستایگان نگوریز. ایستا گفتم. آریف شرف. آریف ایست. آریف تو میگویی. آریف ایستا. آریف. آدمانه که آریف با پول و مواد مخدر خریده بودی تو را نجات دادن نتوانستند. حیوان تو چی مخلوقی هستی که کارتون را دهرانی میکنی؟ آریف خدا به دست گیر. با من نگاه کن. گربه همه وقت جگر خورده نمیتواند، اما من جگری تو را تومه گربه ها میکنم. میبینی؟
سومن این از جمیل بود. خوب می شود که این را تو دهی. دخترم نه دخترم نکن یه چیز نکن یه چیز جهازی تویش رو خریدم مادر جون همدردی ما رو قبول کن خدا جای جمیل را جنت گرداند مادر جون مادر جون مادر جون خبری امید نیست دختر جون داشتم نتوانید دختر طاقت از جمعی جدا بودن رو ندارم ورنه شهیدی با او زیبنده بگو آیا زیبنده بود بگو خبرم چه مگر شهیدی با تو زیبنده است پسرم لیکن من نمی‌رسم جمیلم با آرزویش هست انشاءالله
وعده داده بودم که نمیگیریم. میگوید که اگر شهید شد گریه نکنیم. نمیگیریم. این اشک‌هایی که از چشمان ما جاری می شود همش اشک شادی است برادران. برادرمان جمیل به بهترین رتبه رتبه ها نشانها شهید شد. مقام به او مبارک. آمین. به همه ایمان است خدا نصیب گرداند انشاءالله. البته کسانی که او را دوست می‌دارند از هجران او رنج میبرند. مثلا فکر میکنید که نمیگریم، گریستن نمیخواهم، اما امروز برای ما عید است. جان مادر قسمت در بایستی با شما اصلا نداری؟ چقدر جانکم. آخر من این رو سالها انتظار بودم پسرم. گیره نیتار باشد. مادر بخواهم شاد شود و مادر شهیدم سلام دارم. از برای عدالت می‌جنگم خدایا. ضعیفان زیر ظلم ظالمان پایمال نشوند، محتاجان نگیرند. پلیتا ظالم‌ها ما را پخش کردن می‌خواهند. از بدنمان گوشت، از جانمان جان می‌ستانند. خدایا به تو باور میکنم، تنها به تو تکیه میکنم. بغیر از تو نیست غالبه. خدایا باران رحمت را سری ما دریغ مدار. خدایا نگذار که ناخلفان امید ما را، جسارت ما را نابود سازند. التجا میکنم خدایا. خدایا امید از درگاهت دارم.
گوش میکنم. صحبت کردم بسیار مهم. و این سراغ بیا. تو کیستی و چی گفتن میخواهی به من؟ در خصوص همکارت شاهین گپ میزنیم. باید بیایی. مایلش من میایم. سراغت را بگو. چه خیلی از دنیا گذشت. آخر توی شدنی بود. تا حال باورم نمی آید. جمیل همچو قهرمان اصیل و وطن پرور شهید شد. دیگر تو هم با این احوالت به عملیات نرفت صالح. من در شعبه شناسنامگی‌ام. درست. اما وقتی که دعوت میکنند درو میروی. جانکم فقط یک بار رفتم. من نمیدونم صالح، لیکن اگر لازم شود با سردارت گپ میزنم. مسئله جدا شوی را میگویم سعادت. بیا به این مسئله نقطه گذاریم. مادام که همه یک جاییم، شکر خدا هممون شادیم. عریضت را بازپس بگیرید چی؟ خوب می شود. درست مادر جون. دیگر من کلمه جدایی را شنیدن نمیخواهم. مایلش دخترم. با اشتایتان. ایستا سلاحت را گیری یکان کلمه نمیگویم خرخشه بین تو و شاهین را میدانم تو کیستی؟ اول خود را شناس کن اصلا من هم دوستی تو و هم دوستی شاهینم اما تو شاهین را خوب نمیشناسی ضرر جدی رسانده میتواند با دقت باش احتیاط شو شاهین از آن چی میخواهد سلی و دیگرها را او کشته است شاهین برای انتقام گرفتن آدم نمیکشد اما عذاب میدهد ولی باز هم با دقت بودن لازم چون که شاهین سالها با پی انتقام گرفتن است چگونه انتقام؟ شاهین از من چی میخواهد؟ چرا از من انتقام میگرفته است؟ با جای با او جنگ کردن او را گناهکار کردن با او صحبت کن با او نزدیک شو اما با دقت باش تو مرا با اینجا دعوت کردی اینک من آمدم راستی سخنهایت را اثبات کن برا هرچی میدانی بگوی
شد اکنون زیخ نشم یگان چیز گرفت خور باتا جان برای خوردن اشتهام نماند. آخر خور که با قوت شوی تا دست و پای دشمن را شکست توانی. فاطمه خواستیم به خدا رحمتی جمیل خواستگاری رویم، بیچاره توی نشده رفت. اکنون من فکر کردم مثلا کارلس از سکاریا. ها چی شده است؟ بیزن تماما بیزن گشته است. میگویم اون رو زن دهیم. کاری تو چی بزنگیری دیگران کارت چی؟ تعییناتی مخصوص باید غنی هم دیگر را خورند. آخر تو نه پدری وای نه مادری وای چی کار داری؟ تو هم ثواب میگیری، در تو خدمت میکنی، ثوابی زیاد میگیری، ثواب. نه در حقیقت زود یک مناسب بیاب، کارلس توی میشود. اگر تو خرسان شوی با ثواب هم باشد میلش من برای او یک زنی مناسب یافته میدیم. اکنون تبت بالیده شد، بخور. برای کارلس زن میگوید وعده میدی فاطمه؟ وعده میدیم تو خور. ظریف اینقدر تو آدم الکترونیکی تمرینات رو همه با تجهیزات حساب این بلازاده رو کالری سنجش کار نمی‌کند. نمیدونیم اگر هر ثانیه آدمی حربی قیمتناک است. دوستم احتیاط کردن لازم. وقت پول می‌گوید. من در حافظی هم کارم رو می‌نویسم. من این سر و زیدن نگاه می‌دارم. معلوم. از شکمیده میدهد معلوم. نه این همه جوشن است. دیر تاثیر نمی‌کند. برادر روغنی تو رو حساب کنک ویران می شود. ورزش کردن لازم کارلس. با آدمی نظامی نمی‌زیبد. باید مانند شمشیر راست باشی، هر لحظه آدمی کاری باشی. و همه کار همیشه آماده هم کرد. همین که رفتن گیرد بعد از 5 سال بگیر. بچه تو دیوانه ای چی؟ تو را خانوار میکنیم. خانوار از چیز باش؟ تو رو خاندار میکرد از کارلس. چی؟ خاندار میکند؟ عروس مناسب بیاب شود در حال نکاح میکنیم. نه من خاندار نمیشم. تو دیوانه شده ای؟ ینگت راسیست و ینگت زید ببروی ها. ظریف این کار حل الکترونی نداره. مجبور خاندار میشه. برای کار آمده گدروین چهره گفتند جایی در این خانه مبارک شود. خانه آبادی مبارک. خسته نباشه. رحمت. وقتای آخر بسیار مشفق و غمخوار شده ای سمن. بله درست میگوی عارف. مرگ اگر نزدیک باشد دید انسان دیگر میشده است. این چه خیل گپ است. خداوند به هر درد دوای آفریده است. احوالم خوب نیست عارف. خودم را بد حس میکنم. شبها خوابم نمیبرد. همیشه سرم چرخ میزند. بعضا حتی مداری راه گشتن ندارم. سمن بیماری تو درمان دارد. چرا به جراحی راضی نمیشوی؟ کاش فهمیده میتوانستم. کاش گفته میتوانستم. حسی مادر بودن، خیال یک روز مادر شدن. میدونی که با من چقدر مهم است. یعنی هیچ نباشد تخمین کرده میتوانم. یعنی میفهمم. اما اول سلامتی. اگر مادر شده نتوانی اینش تقدیر خدا است. میدونم اما میترسم. حالا هم در گوشه قلبم برای تو و عشق تو لانه‌ای هست. میدونی انتظارم که روزی شاید باز دستای من دراز کردن. بیا سمت بیا میگویی. فکر میکنی که من این را نمیخواهم. اما هر کار وقت و زمان دارد. نه تنها از آن میترسم که مادر شده نمیتوانم. از آن میترسم که تو را از دست میدیم عارف. و من عارف
لبای سردارم. نزدی من درا. خوب شده سردارم. برگشته آمدی تازگی کن خوراک پس حالا که در خانه مادرت راحت میکردی به این هم از این صالح فایده نیست باز در جایش نمیشیند باز به عملیات میرود از آدمی که در کرسی معیوبی نشسته است چی فایده به تو شعبه استخبارات نعمت را مرده اعلام کردند. از زنده بودن این مخلوق چی فایده که از مردهش باشد؟ سببی او را پنهان کردن گپ گرفتند. اکنون ما او را با دو دستی ادب بگین تیزیدی مواد مخدر میگیریم. همین طور می شود. مجبوریم. نمیگذارم سردارم این آدم را به کسی نمیدهم قرارگاهش را پیدا میکنیم و آن جنایتگاه را باید نیست و نابود سازیم. درست میگویی. در دو مصاحبه بلبل بریم میخوام. البته باید نغزکه گفتشونی کنیم. مرا گوش کنید. سخنهایتان به من معقول نشدند. با او چی کار کردنیه؟ پیش از روان کردن باید به یک دو سوال از او بیانات بدیم. نه نمی شود. وظیفه ایمانه. مرا در بلا گرفتار نکنید. سردارم آخر ما باید این کار را کنیم. آخر جمیل شهید شد. جیگرمان سوختن دارد. نخواد حقی یک تفتیشات را نداشته باشیم سردارم. جان دختران جوان هم در خطر. وقت را از دست نداده مکانشان را معین کرده. زودتر مرتبط. عزیزم من زیب شدم بس کن بیا بیرون رویم هوای تازه برایم این عکسش رو روان میکنه دادیر آمد انا وای خدایا این رو بین چشمانش رو بین مریم تو از کجا میدونی که عکسی وی است شاید عکس دیگر کس باشد یا تو راضی نیستی این نه من چند هفته شد با او گپ میزنم بسیار عجیب است بسیار جوانی خوب است فهمیدی باوری داری البته جانم با وی نگر ای جانم اینقدر شیرین بین چی میگوید وا میخوری میگوید عکسی برو دیدن میخواهد عزیزه بس کن بس بتگیست فقط اینترنت وقتت رو با همین میگذرونی نمیدونم تو چرا با آدمون ناشناس گپ زدن و خوردن میخوری هیچ خیلی نمیفهمی این خیلی عجایب تر است من البته با او میخورم البته بین خیلی او دیلکش است خب یک بار دیگر دفتر اعمالش را از نظر میگذرانیم اساسا این پلید در مکتب ها فعالیت میکنه نجیب جوانهای خوشخد و قامت و زیبا را به دام خود میکشد
صدها آدمان دارد که با واسطه اینترنت کار میکنند. شکارچی معاشخوری او هستند. هدف آنها جوان دختران تنها، شوربخت و ساده است. گروه های هم دارد که در کوچه ها فعالیت میکنند. ساعتهای طولانی موجگیرهایشان فعال در کوچه ها میگردند. در کجای دختری تنهایی دیدم در حال زیادی خنات میگیرند. بعد از شناسشوی طربخانه برهوا، سخنان شیرین، تحفه ها، سیر و گشت با ماشین های گرانبها، همه این وابسته یک مرکز است. دخترها را همین طور فریب داده به آنجا میبرند. در آن مرکز در یک وقت مواد مخدر نیز آماده میکنند، اما اساساً دختران جوان را، دختران را با مشقت و زحمت به وای رسانده پدر و مادران را در آنجا پابند مواد مخدر میکنند. جوانانی که والدانشان امیدوارند که آنها با سر بلند دانشگاه میخوانند وابسته مواد مخدر میشوند. بعد آن دخترها را، دختران غافل و ساده را در بازاری بین المللی فحوش میفروشند. سپس نه نام آن دختران را میشنوند و نه خودشان را میبینند. عیناً همینطور. عزیزه هستی؟ بله، شما کی هستید؟ ما رو نشناختی؟ امیدوارم که شخصی که من انتظارم تو نیستی. خداش همه از عکسش کمی فرق میکنه. درست، اما تو تماما با اون عکس مانند نیستی. اصلا تو هم دیگر خیلی نمایی. اما یک چیز گویم، از عکس دیده زیباتر هستی. در اصل تو هم بر نمی نمایی، اما من طاهری در عکس دیدم رو انتظار بودم، برای همین حیران شدم. شیشتن ممکن؟ البته شین، مدام که آمدی. مرحمت. احوال پدری را تصور کن، یا مادری مشتیپری را که دخترش از خانه برآمده می رود، با دوگانه هایم یک دو ساعت می شینم و می آیم می گوید بیگاه می شود نیست، شب می شود نیست، صبح می شود نیست، روزی دیگر می شود. هفته ها، ماه ها. در کجاست؟ با کیست؟ مرده است یا زنده؟ با چی کارها مشغول است؟ معلوم نیست. اگر این دخترها زنده مانند هم از شرم و حیا به خانه برگشتن نمی توانند. این چیکار است برادر؟ اگر از این کار ناراحت شده باشی پس اندیشه کن. سر نکن عارف، حاضر وقتی این نی. چی فکر داری عارف؟ گوش کن شاهین، اگر این آدم حاضر فهمد که ما میان همدیگر مناسبت خوبی نداریم، از دهانش یک کلمه هم گرفته نمیتوانیم. این طور باشد یک مدت دوستی جانی میشویم. تو نقش را خوب بازی کرده میتوانی. این را میدانم. بگذار من خوب بازی کرده توانم، ولی تو چی کار میکنی؟ میبینیم. اما اگر مکان او را نیابیم و تار و مار نکنیم، این پلید خدا میداند باز خانه چند پدر و مادر را میسوزد. در این کار ثواب بزرگی هست شاهین. حالا ثواب را یک طرف من غمی آدمان را میخورم. من چی بودنی خانه ویران کردنی آیله را میدانم برادر. چی بودنی دور از پدر و مادر بودن را نیز میدانم.
رفتیم از پی کار میشویم. کیستید شما؟ حسابات میپرسید یک جای کار میکنید؟ 10 سال باشد یا اینکه شاید 20 سال باشد. در این سالها اینجا کیها را به گپ درآوردی؟ دانی حیران میمانی. به گپ درآوردن چی؟ به سرودخوانی مجبور کردیم. بردار عزیزه بردار. من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. چرا تا حال من اینجایم؟ کی مرا به شعبه دیگر میگذرانید؟ خواطر مباش. تو در امانی، راحت باش. نعمت بای راحت باش. راحت درا. خیلی که فرمودید همون خیلی قهوه‌تون رو آوردم. بیا برادرم بیا. مرحمت. سر شکرش را با این اکا ده. خندی خونش باز پس نشود. ببخشید خلال رسوندم به صحبتتون. اگر شما با این اکا گفت و شنید کنید در بدنش خونه نمیموند که شکرش پس شود سردار. باشد باشد. به هر حال نوشیدن گیرد. اول یک کم خندش بلند شود. برادر او فقط نیش میزند بود. باز زهر نداشته باشد. تو زهرناکی. چی ها میگوید؟ زهرش چی؟ ولی شما نمیدانید که با کی سر به سر میشوید. این رو بینید پلید. من رفتم. نوش خواهد را نوش. اکنون آغاز میکنیم. نوش. سلام خاله جان. سلام. اگر عزیزه رو پرسیدنی باشی وای بر اومد. میدونی چی؟ من اصلا برای همین اومدم. چی شد؟ بخیر باشد. خاله جان عزیزه با طریق اینترنت با کسی گپ میزد. خیر؟ سپس گفت که با وی شناس میشوم. من هرچند شناس نشه گفتم. یعنی نزدیک کسی ناشناس رفت ها؟ میدونم که عزیزه از من میرنجد، اما سخت ترسیدم. خبرها رو خوندم. طریق اینترنت شناس شدن خدا نشان ندهد. بسیاری ها به بلا گرفتار شدن. خدای توبه. بیا زود میرویم. اما من نمیدونم که به کجا رفت. خدایا کاش نمیگفتم. این طور نگوی. مبادا به دخترم چیزی شود. خوب که خبر دادی. خدا از تو راضی بادو. آدم 40 سال لذت قهوه را فراموش نمی کرده است. ها؟ همین طور ندستم؟ درست میگویی. جناب نعمت این قهوه نوشیده‌اش را هیچگاه فراموش نمی کند. اگر مکانی مرکزت را به من نگویی چنان میکنم که امروز را 40 سالی دراز به یاد میاری. با این تهدیدهای بی اساس شما میخواهید مرا بترسانید. چون این نیت هم نداریم. چرا شما مرا پرس و پاس میکنید؟ بیهوده وقت صرف نکنید. مرا ترسانیده نمیتوانید. گفتیم که ما این نیت را نداریم. اگر میخواستیم در آمدن برابر با تو تماما دیگر خلقم میزدیم. اینه خیال کردی آسان است؟ آن روزها گذشتن.
تو چیکار میکنی؟ او فهمان آخر عارف این اصول با من نخود نشد. نفهمیدم. شلاقی آبدارش همین طور می شود به فکرم. یقینا باید همین باشد. در حقیقت از آوازش معلوم. من آخر یک برادرم اون جوان مرگ شد، از پشت تو شهید شد. جوان دختران را پابندی مواد مخدر میکنی، سپس آنها را فروخته کیسه را پوری پول میکنی. گیر دفع کن این را. خز میبینیم ما از تو به خوبی پرسیدن خواهیم. تو به ما معلومات لازم را نگوی. و این کار نقطه گذارم. اینک این آخران شانس توست. پدر و مادر بیچاره با صد رنج و عذاب به وایه میرسانند و تو جان و جگری آنها را هم آینده این ملت را به کام مرگ میاندازی. شد میگویم شد. این گپی دیگر اگر نمیگفتی دیگر کلمه گرداندن هم برای تو لازم نمیشه. حاضر مفتشان را روان میکنم، تمام معلومات لازمه را یک یک میدهی. فهمیدم، همش رو میگویم. شد. چیکاری کرده بود؟ قریب او را میکشتی. تیردان خالی بود، فریبش کردم، از طرز راضی شد. انا در اینجا زیبا ها؟ بسیار زیبا اولی. تو حجت رانندگی داری؟ نه، همین رو من میرانم. البته میرانه. این رو برای استفاده کردن خریدم. اینقدر زیباست. مرحمت خانم زیبا، بیا در طرف ساحل سیر بکنیم. یک جای یک چای می نوشیم. با تو رو به خانه‌ات میبرم. نمیدونم، به فکرم دیر شد. تنها 10 دقیقه. خوب مایلش، لیکن با سرعت بلند من میترسم. مایلش خوب. اینقدر زیبا، حتی بوی معطر داشته است. الان این مخصوص برای موشی. چخیل زوره؟ بسیار زور، بسیار. انا حدیقه اکنون به خانه نومان برویم. همه جا را دیدیم اما در یگان جا نیست. با تلفن همراهش زنگ زدیم چندین مرتبه، جواب نمیدهد. نمیدونم. از تلفن مکانش رو معین کنید. خوب شده سردار.
سردار، از روی گفته‌های خانم سراغه واخوریشون رو دیده برآمدیم. خدا را شکر نتیجه به دست آوردیم. ای خدا را شکر، دخترم را یافتید. خدا را شکر. در کجا بودنشون معلوم شد؟ هنوز نیست سردار. چی شد؟ یگان چیزی بد نیست انشاءالله. از برای خدا گوی دخترم صحت است. اکنون اگر اعتراض نداشته باشید عریضه‌ام را میگیرم مادرجان. سراسی منشم. چرا با گفته هایت میکند؟ چرا آدم شد؟ برای اون که غضبت را نشان دادی. فهمیدی؟ چرا آخر این کار رو کشاله کنم؟ اگر در حال عریضت را گیری باز همون پیشتره بری میشود. تو سراسی منشو. مادر جون، من همین آینه را هیچ دوست نداشتم. بیایید از دیوار گرفته پرتوییم. با من هم کمی عجیب نمود، اما یادآوری آینه است. درونش را با خون کوچک ترک نصفک مانیدم. نمیخواهم که بین زن و شوهر دخالت کند، اما دیگر چاره ندارم. باور کنید. نازیه جان، آینه از بیبی کلونت میراث مانده است. مان آنجا ایستادن گیرد، از چشم بد نگاه میدارد. ماند ایستد. ایستد جانکی من. ایستد، آنجا ایستد. او یگانه فرزندی من آخر. او را من با ناز پروریدم، با رنج و مشقت به وایه رسانیدم. اکنون نخود همین خیل شود. یک گروهی کلان امنیت صلح آنها را پیگیری میکنند. اصلا حادثه است که من نباید با شما همه این را بگویم. التجا میکنم، باید حقیقت را بفهمم. بعد دزدیدن بین 15-20 ساعت آنها را پابند مواد مخدر میکنند. اگر پس از این آنها را یابیم زنده میمانند، ورنه او را با زحمت و مشقت کلان کردیم. من به او چی کار میکنم؟ اگر شوهرم فهمد بر ضد این گروه تعیینات مخصوص عملیات میکنند. چی؟ عملیات؟ دخترم اگر آنجا باشد چی؟ برای آنکه دختر شما را نورا بودند به تعیینات مخصوص خبر میدیم که آنها با دقت‌تر عمل کنند. با دست من هم سلاح دهید، من هم میروم. سلاح را به ما واگذارید. از شما التجا میکنم، دخترم را نجات دهید. زیبایم گفتی کو؟ کسی را پسند نمیکنم گفتی کو؟ چی شد؟ چی شد؟ اکنون رویت نمی شود که با ما سخت گپ زنی، ها؟ هی! من گفته بودم که برایشان دست نرسانید. از اکای نعمت خبر است؟ در عملیات وفات کرد گفتم. کسی جسدش رو دیده است؟ نه اکا. باید که برا نفروشد. سومن بیا.
پرونده رو از نظر گذروندی؟ بله سردار. دختر بوده است. اکنون به تو امانت. با دقت کار کن سومن. دخترم جانم شوی، با دقت باش. دخترم به تو امانت. چیزی که از دستم باید میکنم، شما زیق نشوید. آشکارا میگویم عملیاتی بهت دشوار. شما رو ناز میفهمم. من هم 3 دختر دارم. سومن، اگر دخترم رو نجات داده نتوانید، من هم از این دنیا میروم. نمیتوانم. اجازت میشد من هم سلاح گرفته برای دخترم مبارزه میبردم. جانم را فدا میکردم. میفهمی؟ ما هم اگر لازم باید جانمون را فدا میکنیم. نگران نباشید. دخترم رو به نزدم بیار. التماس وعده بده. التماس وعده بده که او را میاری. اکنون این کار کفالت ندارد. عملیات هستی. حتی تعیینات مخصوص کفالت داده نمیتواند که حالا دختر شما آنجا هست یا نیست. تو به من وعده بده دخترم. با دستانی خود او را از آن پاتلاق میبراری. وعده میدهم دخترتون را با دستانی خود به نزدتون میارم. همه دفترها، قیدها، علاقه ها، همش در دست نعمت. اگر یگان چیز گوید میدونید چی میشود؟ خودتان میدانید. تیروتار میشویم. در بیرون دختری نو است. او را آماده کنید. اینش را به این حال آوردید. بایش را آرو و تارو دهید. آخر اینها را ما میفروشیم. روی هاشون زیبا باید باشد. وگرنه چی طور میفروشیم؟ روزی با من شناس شدن را در خاطر داری زیبایک؟ یا لعنت با اون روز میخوادیم؟ آمیست. با فکرم حادثه را به طور عمومی درک کردید. حالا عارف جزئیات عملیات را میفهماند. مرحمت دارم. سلامت باشه سردارم. ظریف. مکانشان انا همینجاست رفیقان. قصر کهنه. بینا را آدمان مسلح محافظت میکنند. در تخانه این بینا کارخانه هست. در آنجا مواد مخدر استحصال کرده می شود و دختران فریب خورده را در همینجا زهرآلود میکنند و بعد به فروش میبرند. بولتا چی گپ ها؟ من از این پلیتان نفرتم می آید. ببخشید سردارم. فهمیدیم خوب و لیکن کمتر آرام شو. همه آن ظالم ها در تخانه همینش مرا در غیرت گذاشته است. آنها در آنجا پنهان می شوند. تخانه آنجا نیستند آنها. ای بچه چی کار میکنی؟ حاضر از سردار تنبیه میشنوی؟ باید همیشه به تخانه قصر و بالاخانه بینا اهمیت داد. به این هم من از این جایها به حد نفرت دارم. البته ما تو رو نظم میشناسیم. گپ میزنی دادر؟ اما وقتی فکر کردی که مردم زار گریستی. برادرم را از دست دادم. به او من چیکار میکنم؟ بهترین رفیقم را گم کردم. اکنون چیکار میکنم؟ خوب رفیقان، سخنی بد در دهان نگیرید. ملائکه آمین نگوید باز. برادران در این عملیات تلف نمیخواهم. فهمیده؟ عارف دوام ده. اطاعت سردارم. روز بخیر. به دنیای نو خوش اومدید. من در کجایم؟ با من چی شد؟ مرا سرده. تو
تو چی کار کردن میخواهی؟ مرا سرده. من به تو باور کرده آمدم. باوری اگر از دو جانب نباشد چی خیلی که میبینی فایده ندارد. بسیار نه، همگی 5 مرتبه. بعد 20 دقیقه مثل پرنده ها آزاد بشه. با مادر دختر وعده دادم عارف. انشاءالله سامان. اگر با من چیزی شود دختر را تو با دستانی خودت به مادرش میسپاری. وعده بده عارف. سامان جان آخر در این حالت وعده داده نمی شود. وعده بده عارف. مایلش وعده میده. مادامی که من مادر شده نمیتوانم برای فرزندان دیگران جان فدا میکنم. سامان کمی آرام شو. از حد زیاد به احساسات داده نشو. در رفت عملیات اشتباه نکنی. آخر دخترها را ربوده میفروشند عارف. هرچی بادا باد من به آنجا رفته آن حیوان صفتها را نیست و نابود بکنم. آفرین دادا جون، عالی. رست و رست قدمی زیاد میگذارید. با دستگیری تو دختر جانم. برای ما یا برای تعینات مخصوص حرکت میکنی ساله؟ برای من مادر جون. شنیدی دخترم چی گفت؟ بسیار خوب. یعنی دیگر فکری به تعینات مخصوص برگشتن را نداری ها؟ در این خصوص جانکم با تو گپ زدنی بودم سعادت. من برای آموختن مذاکره چی حجت سپردم. چی؟ باز به درون تیر و توفان میروی؟ نمیخواهم ساله، هرگز نمیخواهم. دادا جون همین که راه کشت توانستید همه‌اش خوب میشود. دوام دهید دادا جون. شما میتوانید. موفق میشوید دادا جون. اقرب چوب، اقرب یک. گوش میکنم اقرب چهار. کمیسر، از معلومات مدیده در اینجا بیشتر آدم است. فهمو اقرب چهار. با دقت باشید شما را نبینند. راه گشاده است. اکنون چی فرمان می شود؟ نقشه چگونه است عارف؟ صبر کنید. اگر ما را بر وقت مشاهده کنند کارمان مشکل می شود. سردار ترس مانندی موج رادیونی برای شنیدن صدا مانع می شود. چی؟ میگویم یک بار هجوم کنید.
به تخونه برید کار را آغاز کنید. خوب شده است. من در رقیب میشم، احتیاط باشید. خوش آمده اکا. از اکای نعمت و حال خبر نیست؟ بین دو روز جای را عوض میکنیم. همه دخترها را به جای لازم سپارید. در بالا یک جای دیگر است، حاضر میارم. او را هم آماده کنید. خوب، مایلش اکا. از روی نقشه معمولی عملیات همه جای خود را اشغال کنند. فهما. خدا مددگارم باشد. آمین. آمین. نشان زنها آماده باشند. اقربی اگو خوب چیکار آماده است؟ فهمو بسیار خوب. رفتیم. زودتر. کارلوس، آدمی در بالای بام بوده را آهسته بردار. فهمیدم سردارم. خدا مددگارم. پلیس ها آمدن. هجوم میکنند. آنها را در پیش نگاه دارید. برای برآمدن همه آماده شوند. فهمو؟ لازم شود یک با یک دخترها را میکشیم. این پیش روی آنها را میگیرد. خب.
روگر اینم خورلوشه هم شدی دیگر در کار نیستی زودتر سومن تو اینجا باش من به میان آنها میدرایم من هم میآیم عارف نه سومن من به مادر آن دختر وعده داده بودم عارف همه همراه او را نجات میدهیم لیکن حاضر تو با من نیا میآیم امر میدهم سومن هی پلیسای قهرمان گوش کنید ببینید این دختر را ببینید درست‌تر نگاه کنید برای به عقیب گشتنتان نشانه عقیب گردید